شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیزم، بارک الله فیکم. دیروز به شما رسانیدیم و بیان کردیم که پیش از افطار کردن، پیش از دهان گشادن، دعا کردن یکی از بهترین وقت قبول دعا هست و در این حالت دعا بکنید. و از ما برادر سوال کردند که یک طالب علم دیگر گفته اند، بارک الله فیکم، که نسبت دعایی که پیش از افطار کرده می شود یگان حدیث صحیح ورود نیافته است، یعنی وارد نشده است. پیش از افطار کردن، پیش از دهان گشادن هیچ دعای نیست و این وقت قبول دعا نیست. این چنین سخن کردند. بارک الله فیکم. البته میگم این سخنی که برادر کرده اند والله علم شاید دیگر نمود گفته باشند که برادران غلط فهمیدند، یا که اگر همین طور گفته باشند سخنی چی است؟ غلط است. در اینجا پیش از این که ما به این مسئله پردازیم، بیایید مسئله را تحریر و محل نزاع میکنیم. یعنی اول در کجا مسئله بودنش را، چی مشکلی بودنش را باید بفهمیم. در اینجا دو مسئله هست. مسئله اول این که پیش از دهان گشادن 5-10 دقیقه پیش دعا کردن، به کدام دعایی که شما خواستید، به کدام زبانی که شما خواستید. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله، به زبان تاجیکی چی دعایی که خواستید میطلبید. این یک مسئله هست. مسئله دوم، آیا از رسول الله صلی الله علیه و سلم یگان دعای خاص پیش از دهان گشادن آمده است یا نیست؟ این مسئله دوم است. مسئله اول، یعنی پیش از دهان گشادن دعا کردن، این در حقیقت مستحب است، سنت است و البته برای اثبات این حدیث ها آمده است و علمای اهل سنت و الجماعت از ابن کثیر شاگرد شیخ الاسلام ابن تیمیه و از شیخ الاسلام ابن تیمیه و از امام نووی رحمت الله علیه و از دیگر از علمای معاصر ابن عثیمین و لجنه دائمه کبار علما، عموما بسیاری از علما در این مسئله گفتند که این مستحب است، یعنی سنت است. بارک الله فیکم. اما مسئله دوم، آیا پیش از دهان گشادن یگان دعای مخصوص از رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده است یا نیست که ما با همین دعا بکنیم؟ البته در این مسئله هیچ حدیثی صحیح نآمده است. بعضی از حدیث های آمده است که گویا این چنین دعا پیش از دهان گشادن و افطار کردن سنت است. این و آن بعضی دعاها البته همه اش ضعیف است. باید بین این دو مسئله فرق گذاشته شود. بعضی انسان ها هر دو مسئله را به هم دیگر آمیخته می کنند و به همین خاطر مشکلی ایجاد می شود. درست است که پیش از افطار کردن یگان دعای ثابت نشده است. این چی معنی دارد؟ این معنی دارد که یگان دعای مخصوص نیست. یگان دعای مخصوص نیست. یعنی شما کدام دعایی را که دلتان کشید و کدام دعایی را که اراده کردید و خواستید، همون دعا را دعا میکنید از مشکلی خود، از خواست خود. اما یگان دعای سنتی آمده است، چگونه که مثلا در سجده دعای خاص آمده است، در دعای قنوت دعای خاص آمده است، در بعضی حالت ها دعای خاص آمده است، اما در این حالت هیچ دعای خاصی نآمده است. و البته دو سه حدیث هست از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که بعضی از علت هم در سندش وجود دارد، اما بعضی از علمای محدثین این را حسن گفته اند و صحیح نامیده اند، که ابو داود
رحمه الله در سننشان روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که روزه را گشوده میشدند، نه پیش از روزه، بعد از اینکه روزه را گشوده میشدند دعا میکردند. همین دعای مخصوص بعد از روزه ثابت شده است. این را گفتم مستحب است و این روایت را شیخ البانی صحیح گفتند. میگفتند ذهبت الظم وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. تشنگی رفت، عرق ها، این سختی ها نابود شد، خاموش شد، یعنی عرق هایی که بدن شما میرد خاموش شد. و این در اینجا عرق بعضی از علما رگ ها را هم میگند. و عمومی دومش این است که اجر ثابت شد، یعنی مشکلی رفت، مشقت رفت، تشنگی رفت، کمبودی رفت، همه عذاب رفت، اما اجر ماند، ثواب ماند، عملی کرده شما ماند. بارک الله فیکم. یعنی بعد از روزه گشودن، بعد از اینکه دهان را گشوده میشوید، همین دعا را کنید: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. و البته از بعضی صحابهان این چنین روایت شده است، گرچنده که فی سنة العله و بعضی از علما این رو صحیح گفتند: اللهم لك صمت وبك امنت وعلى رزقك افطرت و غیر ذلك. اما این رو پیش از دهان گشودن نه بعد از دهان گشودن میگی. پس بیایید مسئله دعایی که پیش از دهان گشودن است، این رو حدیثایی که اومده است نگاه بکنیم. در این مسئله البته حدیثای گوناگون اومده است. مثلا از ابی امامه مرفوع اومده است که امام احمد در مسندشان روایت میکنند که میگن: لله عند كل فطر عتقاء. الله، برای الله رب العزة والجلال در نزد هر یک روزگشایی عتقای هست. عتقا یعنی از آتش دوزخ نجات داده بعضی از بنده های مخصوصش است. علما در شرحش میگن پس وقتی که پیش از روزه شدن کمی پیش در آخر روزهای ماه رمضان، یعنی در آخر روز پیش از روزه شدن، شما اگر دعا کنید از الله سبحانه و تعالی طلب بکنید که از آتش دوزخش نجات بدهد، ان شاء الله شما از اتقا خواهید شد. و حدیث دیگر از ابی هریره رضی الله عنه آمده است که امام نووی صحیح میدانند که این حدیث را هم احمد و غیرشون روایت کردند و امام ابن حبان صحیح کرده اند. میگویند که ثلاثه لا ترد دعواهم الصائم حتى يفطر، امام العادل و دعوة المظلوم. یعنی سه نفر دعایشان رد کرده نمی شود در نزد الله سبحانه و تعالی. کسی که روزه دار باشد تا زمانی چی کردنش؟ دهان گشودنش. یعنی الصائم حتى يفطر، روزه دار تا وقتی روزه گشودنش. ببینید پیش از روزه گشودن را در نظر دارد. و امام عادل و دعوت مظلوم، یعنی دعای مظلوم. البته برای این حدیث های دیگر شاهد هم هست، لااقل این حدیث را حسن هم گفته می شود. و این چنین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن: ثلاث لا ترد دعواهم الصائم حين يفطر والامام العادل ودعوة المظلوم. این روایت را امام ترمذی روایت کردن و حسن و صحیح گفتند، یعنی حدیث حسن گفتند. یعنی سه نفر دعاشون رد کردن نمی شود: صائم، روزدار هنگامی گشودن روزش، امام عادل و دعای انسانی مظلوم. و ابن ماجه از ابی ملیکه از عبدالله ابن عمرو روایت میکنه که گفت: سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول: ان للصائم عند فطر دعوة ما ترد. برای روزدار در حالت روزگشاییش دعای هست که رد کرده نمی شود. البته عند پیش از روزه شدن و بعد از روزه شدن را در بر میگیرد. برای همین لجنه الدائمه علمای کبار میگویند که یعنی دعا مستحب است که پیش از دهان شدن دعا کرده شود و بعد از دهان شدن هم دعا کرده شود. و این حدیث هم پیش از دهان شدن و هم بعد از دهان شدن را دلالت میکرد و هر دوش مستحب است. پیش از دهان شدن یگون دعای مخصوصی نامده است، هر چیزی که میخواید از الله طلب نمایید. و بعد از دهان را شدن، افطار کردن، دعای مخصوصی آمده است به مانند: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. بارک الله فیکم. و این چنین نبی ملیکه میگن که من عبدالله ابن عمر رضی الله عنه را شنیدم که در حالت افطار کردنش میگفت: اللهم انی اسالک برحمتک التي وسعت كل شيء ان تغفر لي. ای الله، من از تو میپرسم به رحمتی که رحمتت وسیع هست، همه چیز را در بر میگیرد که مرا ببخش. و این چنین ابو داود و نسائی از حدیث عبدالله ابن عمر روایت میکنند که چخیلی که گفتیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از دهان شدن دعا کردند. پس علما بعد از اینکه این حدیث ها را نظر میکنند میگویند که پیش از روزه شدن
دعا کردن مستحب است. این سخن را امام نووی در کتاب مجموع خود گفتند. میگویند یستحب للصائم ان يدعو في حال صومه بمهمات الآخرة والدنيا له ولمن يحب وللمسلمين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل والمظلوم رواه الترمذي وابن ماجه. قال الترمذي حديث حسن وهكذا الرواية حتى وبالثاني والمثنى فوق فيقتضي استحباب الدعاء الصائم من أول اليوم إلى آخره لأنه يسمى صائما في كل ذلك. امام نووی در کتاب مجموع میگن که مستحب است که برای روزدار دعا بکند در حالت روزداریش. از مهمترین دعاهایی که در برگیرنده خوشبختی دنیا و آخرت است و در حق کسانی که دوست می‌دارد و در حق مسلمین. این سخن میگن دلیلش حدیث ابو هریره رضی الله عنه که میگویند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند دعای 3 نفر رد کرده نمی‌شود: دعای روزدار تا روزگشاییش و دعای امام عادل و دعای مظلوم. دعای اینها همیشه قبول خواهد شد. پس این روایت امام ترمذی و ابن ماجه است. حدیثی حسن است میگن، یعنی حدیثی که حجت گرفته میشد. برای همین میگن استحباب است که روزدار از اول روزش، روزی که روزه گرفته است، از همون سحری تا بگاه کدام وقتی که دعا میکنند برایش مستحب است. بارک الله فیکم. و امام شوکانی در نیل الاوطار میگن که الحدیث دلیل على انه یشرع للصائم ان يدعو عند افطاره. یعنی امام شوکانی و این چنین همین سخن را امام نووی هم گفتند که میگویند این حدیث ابو هریره دلالت میکند که برای انسان روزدار مشروع است، یعنی مستحب است که در حالت روز آخر شدن و پیش از دهان راک شدن دعا بکند. بارک الله فیکم. و این چنین شیخ امام حافظ ابن کثیر رحمه الله در زیر تفسیر آیتی که الله سبحانه و تعالی بعد از آیات‌هایی که الله سبحانه و تعالی اول آیات‌های ماه رمضان را میگوید ما روزه را به شما فرض کردیم، روزه دارید و احکام روزه را میگد و در آخرش میگد فاذا سألك عبادي عني فإني فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا ولكم يرشدون. من این آیت الله سبحانه و تعالی میگه که هنگامی بنده ام از من طلب کرد من قریب هستم و نزدیک هستم و دعای بنده ام را اجابت میکنم. پس ابن کثیر در شرح تفسیر این آیت در کتاب خودشون تفسیر قرآن عظیم میگویند که الله سبحانه و تعالی اول احکام رمضان را ذکر کرد و بعد از احکام رمضان را به پایان رسانیدن دعا کردن را ذکر کرد. این دلالت میکند که برای مسلمان و روزدار مستحب است که در حالت روزداریش دعا بکند و خصوصا پیش از افطار کردنش یک وقت معین کمی پیش 5-10 دقیقه پیش مخصوص دعا بکند و هر چیزی که از الله میخواد بکند، زیرا حدیث ها دلالت میکند که دعای انسان روزدار رد کرده نمیشود. دعاء الصائم لا ترد ان للصائم عند فطره دعوة مستجابه ان للصائم عند فطره دعوة لا ترد. و البته این حدیث رو البانی صحیح کردند، یعنی حسن بعضش و بعضشون صحیح کردند. پس این قول علما بود. و این چنین ابن عثیمین میگویند که دعایی که پیش از یعنی افطار کرده می شود، دعا پیش از افطار در حالت غروب کردن، در حالت نشستن آفتاب، این میگن دعای جایز و مشروع مستحب است. زیرا در این حالت میگن در آخر روز وقتی که انسان به روزش روزه میدارد، در آخر روز پیش از شدن انسان در حالت ضعیف، در حالت ضعف قرار دارد. نفس انسان شهوانیش، نفس شیطانی امارتون بسو اینا شکسته است میگند. در این حالت بنده خواری خود را در نزد الله حس کرده است و بنده در حالت در همین اخیر روزداریش، یعنی روزه را از سحر تا بگاه گرفت، در آخر روز بگاهی خودش را ضعیف بودنش را اقرار میکند و همه این حسیات ها، انکسار نفس، شکستن نفس، خواری زاری خود را احساس کردن، ضعیف بودن خود را در نزد الله احساس کردن، میگن اینها سبب های قبول دعا و اجابت است، یعنی سبب های اجابت دعا میگردد. برای همین میگن در این حالت دعا کردن مستحب است. اما بعد از اینکه انسان غذا میخورد و استراحت میکند و خرسان میشود،
شاید میگن به وی غفلت بیاید، یعنی بعد از شکمش سیر شدن، دهان را شدن، شاید غفلت بیاید و خیلی که پیش از دهان شدن انکسار النفس، نفسش شکسته بود، اخلاصش زیاد بود، حسیاتش زیاد بود، شاید بعد از دهان شدن این چنین نباشد میگن. اما از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن حدیث روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از شدن دهان هم دعا میکردند. خیلی که ما گفتیم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. بارک الله فیکم. پس برادران عزیز و خواهران بزرگوارم، ما به شما میگوییم کسی که روزه دار است از اول دهان بستنش تا آخر روز، یعنی پیش از افطار دعا کردنش مشروع است و پیش از دهان کشودن این بهترین وقت دعا است. این چنین مستحب است، یعنی همه‌اش بهترین است. و بعد از دهان را کشودن هم مستحب است. بعد از دهان را کشودن نیز این چنین سنت است که شما بگید ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله، یعنی دعایی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت است. اما پیش از دهان کشودن یگان دعای مخصوص از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت نشده است، شما عموم دعا میکنید. بارک الله فیکم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.